زمانی که شما دچار استرس میشید، هورمونی به نام کورتیزول در بدن شما بالا میره. این هورمون کورتیزول در یک کشمکش دائمی با هورمون انسولین قرار میگیره و همین باعث میشه که کم کم اثر انسولین روی سلولهای بدن شما کم بشه و در حقیقت بدن شما دچار مقاومت به انسولین بشه و همین باعث میشه که کم کم قند خون شما بالا بره. در حقیقت شما مستعد دیابت میشید. دیابت فقط یکی از عواقب و عوارض استرس زیاد در طول زندگی هست. سلام و درود بر شما. بنده محمد رضا محمودی هستم، مشاور تغذیه و رژیم درمانی به کد نظام پزشکی تغذیه 6919. اگر که میخواید با ترکیب طب سنتی و طب نوین برای همیشه لاغر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. ازتون میخوام که همین الان ویدیو رو لایک کنید تا بنده انرژی بگیرم. استرس میتونه باعث پرخوری شما بشه. خیلی از افراد هستن که با استرس دچار پرخوری میشن، گرچه آدمایی هم هستن که وقتی استرس میگیرن بی اشتهایی رو بیشتر تجربه میکنن. از طرفی استرس میتونه باعث بشه که شما خوابتون هم به مشکل بخوره و در حقیقت دچار بدخوابی و بیخوابی بشید. این بیخوابی باعث میشه که هورمون رشد در بدن شما کمتر ترشح بشه. وقتی که هورمون رشد کم بشه ترشحش، سوخت و ساز بدن شما هم کاهش پیدا میکنه و در نتیجه شما دچار چاقی میشید. پس این استرس به طرق مختلف میتونه روی تناسب اندام شما و استاپ وزنی شما و اصلا چاقی شکمی شما اثر داشته باشه. خود هورمون کورتیزول میتونه باعث بشه که عضلات بدن شما آب بشه و چربیای بدن شما بیشتر بشه. پس باید استرس جدی گرفت. جدای از اینها، استرس میتونه باعث بشه که شما دچار عدم تمرکز بشید. استرس میتونه باعث افسردگی، باعث فراموشی، انزوا، از طرفی میتونه باعث بی‌انگیزگی هم بشه. پس من از شما خواهش میکنم نکات این ویدیو رو یک به یک اجرا کنید تا بتونید از پس این شرایط بر بیاید. نکته‌ای که وجود داره اینه که استرس یک بیماریه که بیشتر مربوط به علم روانشناسیه. من قسمت تغذیه‌ای کار رو بهتون میگم و به چند تا نکته دیگه هم اشاره میکنم، چه در طب سنتی و چه در طب نوین. پس این نکات رو داشته باشید. بریم سراغ این که اصلا استرس به چه علت به وجود میاد. خیلیاتون ممکنه فکر کنید که استرس بیشتر به علت شرایط زندگی ماست یا بیشتر به علت شرایط محیطی، حالا یک نفر مثلا طلاق میگیره یا یک عزیزی از دست میده یا هر چیزی. اما باید بدونید که استرس میتونه در نتیجه کمکاری یا پرکاری تیروئید هم اتفاق بیفته. پایین بودن قند بارداری یا اصلا بحث ژنتیک یا اختلال در غدد فوق کلیوی هم اتفاق بیفته. پس اگر استرس مداومی رو دارید تجربه میکنید، بهتره که یک چکاپ جسمی هم بشید تا مشخص بشه که آیا این بیماری‌ها رو دارید یا نه، چرا که ممکنه این استرس از اونجاها هم آب بخوره. پس این موضوعات حتما دقت داشته باشید. حالا بریم سراغ این که استرس رو ما باید به چه صورت درمانش کنیم. مورد اول تمرین تنفس عمیق هست. کافیه چندین بار در روز این تمرین رو انجام بدید. حواستون باشه شاید روزهای اولی که دارید این تمرین رو انجام میدید شما دچار سرگیجه بشید، اما به مرور که جلو میرید مشکل حل میشه و متوجه آثار مثبت این تمرین خواهید شد. حالا این تنفس عمیق به چه صورت؟ کافیه برای مدت 7 تا 8 ثانیه هوا رو داخل ریه ها بدید. 7 تا 8 ثانیه طول بکشه و بعد حدوداً 8 تا 10 ثانیه هوا رو داخل ریه ها حبس کنید و بعد در مدت 8 ثانیه دوباره هوا رو خارج کنید. این کار رو چندین بار در روز انجام بدید و هر بارم که خواستید انجام بدید چندین بار هوا رو داخل ببرید و بعد بیرون بیارید. در حقیقت در چند بازه زمانی مختلف باید این تمرین رو انجام بدید. مورد دوم اینه که به هیچ وجه اهمال کاری نکنید. اهمال کاری خودش باعث استرس. اینکه مثلا قرار خونه رو تمیز کنید، مرتب کنید، هی عقب میندازید، ممکنه شما رو دچار استرس کنه. پس سعی کنید کاراتون رو به هیچ وجه عقب نندازید. اهمال کاری شما باعث استرستون. مورد سوم اینه که شما به هیچ وجه از کافئین استفاده نکنید. هر چیزی که کافئین داره، یعنی قهوه، نسکافه، چای، نوشیدنی‌های انرژیزا، اینا رو نباید استفاده کنید. چرا نباید استفاده کنید؟ چون کافئین خودش میتونه اضطراب و استرس شما رو بیشتر کنه. پس اینا رو مصرف نکنید. جدا از این موضوع سعی کنید از آروماتراپی هم استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو فضای خونتون عطر گلاب بپیچه یا به خودتون گلاب بزنید. شبا که میخواید بخوابید روی یه دستمالی مقدار گلاب بزنید روی سرتون باشه. این باعث میشه سطح استرس شما کاهش پیدا کنه و فوق العاده در بهبود استرس موثره. شما میتونید از عطر استخوان هم استفاده کنید. اگر تا به حال این عطر رو امتحان کرده باشید متوجه میشید که
چقدر در بهبود استرس موثره و اصلا زمانی که شما استشمام میکنید عطر لوندر یا استخوان‌دوست رو متوجه میشید که چقدر احساس خوبی بهتون دست داده. اگر شما دقت کنید در مراسم‌های عزاداری معمولا از گلاب استفاده میکنن. چرا؟ چون میتونه اون حس افسردگی، حس غم و استرسی که ممکنه برای فرد وجود داشته باشه رو مقداری کاهش بده. استفاده از یه سری از مکمل‌ها مثل مکمل امگا 3، مکمل B6، مکمل ویتامین C تحقیقات نشون داده که میتونن در کاهش سطح کورتیزول و در حقیقت کاهش سطح استرس شما موثر باشن. پس از این ترکیبات هم بعضی مکمل‌ها هم شما میتونید استفاده کنید. در کنار اینها تحقیقات طب نوین دوباره نشون داده که آدامس جویدن هم میتونه موثر باشه. حالا اگر بخوایم نگاه طب سنتی بهش داشته باشیم، شما میتونید از سقز استفاده کنید. سقز رو بجوید و این میتونه در کاهش سطح استرس شما موثر باشه. اگر که بخوایم سالمتر به ماجرا نگاه کنیم، شما میتونید از آدامس های بدون قند دوباره استفاده کنید. حالا اگر بخوایم یه سری از دمنوش ها رو به شما معرفی کنیم، میتونیم به دمنوش بابونه، دمنوش بادرنج بویه که بسیار موثره و حالا در ادامه بهتون مکملی رو میگم که از همین بادرنج بویه برای بهبود استرس شما داخلش استفاده شده و فوق العاده موثره و مراجعین زیادی خود من داشتن که از این مکمل استفاده کردن، نتیجه گرفتن که حالا در ادامه بهتون میگم. بادرنج بویه هم فوق العاده است برای بهبود سطح استرس شما. استفاده از گیاه سنبولتیپ فوق العاده است. میتونید از عرق بهار نارنج استفاده کنید، میتونه در کاهش سطح استرس شما موثر باشه و فوق العاده عمل. جدا از اینها گلگاو زبون که احتمالاً دیگه همتون میشناسید و استخوان‌دوستی که خب گفتم از عصاره‌اش استفاده کنید. خود استخوان‌دوست رو هم میتونید دم کنید. همه اینها رو من نمیگم شما به صورت متناوب از این دمنوش‌ها استفاده کنید، نه، شما میتونید امروز مثلا دمنوش بابونه بخورید، فردا بادرنج بویه بخورید، پس فردا سنبولتیپ مثلا بخورید. هر روز یک دمنوشی رو استفاده کنید. اینکه شما از دمنوش‌های مختلف استفاده کنید خودش میتونه باعث این بشه که عوارض اون دمنوش‌ها شما رو دچار نکنه و از طرفی از فواید اون دمنوش‌ها هم استفاده کنید که برای کاهش سطح استرس شما همه این دمنوش‌ها موثره. عرق بهار نارنج رو شما میتونید شبی حدوداً نصف استکان استفاده کنید و از فوایدش بهره ببرید. یه دمنوش ترکیبی که شما میتونید تو خونه استفاده کنید ترکیب خود بهار نارنج و بابونه هست. دمنوش خوبی میشه. میتونید از این ترکیب استفاده کنید، به مقدار مساوی میریزید داخل آب جوش، میذارید دم بکشه و میخورید. به جز اون شما میتونید از یک ترکیب دیگه هم برای کاهش سطح استرستون استفاده کنید. یک دمنوش ترکیبی دیگه در طب سنتی هم بسیار معروفه. شما میتونید گیاهان گلگاو زبون، سنبولتیپ و استخوان‌دوست رو همه رو با هم دیگه مخلوط کنید و بعد یک قاشق غذاخوری از این ترکیب رو بردارید، داخل یک لیوان آب جوش بریزید، یه لیمو امونی هم نصف کنید و بندازید داخل همین آب جوش. این باعث میشه که در حقیقت اگر گلگاو زبون قرار بود که فشار خون شما رو بالا ببره، دیگه شما رو دچار این عارضه نکنه و به سادگی بتونید ازش استفاده کنید. از طرفی طبع این دمنوش به خاطر اضافه کردن لیمو امونی متعادل میشه. برای کسایی که با خوردن در حقیقت این دمنوشا که طبعش گرمه دچار گرمی میشن، اضافه کردن لیمو امونی باعث میشه که یک مقدار اون دمنوش طبع متعادل تری پیدا کنه و شما دچار عوارضش نشید. ترکیب گلگاو زبون، سنبولتیپ و استخوان‌دوست هم در کاهش سطح استرس شما فوق العاده است. و اما یکی دو تا مکمل که ما در طول این سالها برای مراجعینمون تجویز می‌کردیم و خب راضی بودن ازشون. مورد اول مکمل نجابل هستش. نجابل که در حقیقت از همون بادرنج بویه داخلش استفاده شده، فوق العاده موثره در بهبود استرس، میتونید ازش استفاده کنید و بجز اون میتونید از مکمل ریلکس هرب هم استفاده کنید که از گل ساعتی درش استفاده شده و مکمل ریلکس هرب هم برای شما بسیار بسیار عالیه. اگر که میخواید با ترکیب طب سنتی و طب نوین برای همیشه لاغر بشید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون که از ما حمایت